سرخط خبرها. ضرب العجل ترامپ در آستانه پایان، تهران هشدار می‌دهد حمله به زیرساخت‌های انرژی پیامدهای ویرانگری به منطقه خواهد داشت. نتیجه بسیار خوب خواهد بود. نابودی کامل ایران رخ خواهد داد. تاکید اسلام آباد بر ادامه حملات در خاک افغانستان. عفو بین الملل خواستار انجام تحقیق درباره حملات مرگبار پاکستان شد. پاکستان همچنان قاطعانه متعهد برای شکن کردن تهدید تروریسم است. انتقاد سهیل شاهین از گزارش‌های یونما. او می‌گوید که گزارش‌های این نهاد باید بر اساس واقعیت‌ها تهیه شود. ضمن دا غوښتنه هم لرو چې د افغانستان په اړه د دوی راپورونه باید په واقعیتونو ولاړ وي. سلام بر شما. به بسته خبر این ساعت میز خبر از آفاق با من فردین سیدی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 حمل 1405 هجری خورشیدی است که مصادف است با 23 مارس 2026 میلادی. مشروع خبرها. در 24مین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، همزمان با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگی هرمز، تنش‌ها به اوج تازه‌ای رسیده است. ترامپ از نابودی کامل ایران سخن گفته، در حالی که تهران با هشدار به واکنش قاطع میگوید که هر گونه حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران پیامدهای بازگشت ناپذیری در سراسر منطقه خواهد داشت. در 24مین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، میدان نبرد نه تنها آرام نشده بلکه با شدتی بیشتر ادامه یافته است. هر ساعت نگرانی‌ها از گسترش درگیری به یک رویارویی غیر قابل کنترل و فراگیر منطقه‌ای افزایش می‌یابد. در آستانه پایان مهلت تعیین شده از سوی دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز که بامداد سه‌شنبه 4 حمل به سر می‌رسد، چشم‌ها به تحولاتی پیشرو دوخته شده است. ترامپ در گفتگو با کانال 13 اسرائیل در پاسخ به احتمال عقب نشینی از این ضرب العجل بر موضع خود تاکید کرد و از پیامدهای قریب الوقوع سخن گفت. به زودی خواهید فهمید که در مورد اولتیماتوم درباره ایستگاه‌های برق چرا خواهد داد. نتیجه بسیار خوب خواهد بود. نابودی کامل ایران رخ خواهد داد و این عالی عمل خواهد کرد. کشورهای ناتو هیچ کار انجام نمی‌دهند. این یک شرمساری بزرگ است. این اظهارات با واکنش فوری مقام‌های ایرانی روبرو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران این تهدیدها را نشانه استحصال دانست و بر پاسخ قاطع به هر گونه تهدید تاکید کرد. حذف ایران از نقشه توهم است. چون این اظهارات نشان دهنده استحصال و درماندگی در مقابل اراده یک ملت تاریخ ساز است. تهدید و ترور مردم ایران را منسجم‌تر می‌کند. تنگه هرمز برای کشتی‌های همه کشورها جز متجاوزین به خاک ایران باز است. پاسخ پریشانگویی و تهدیدهای بی‌محابا را قاطعانه در میدان می‌دهیم. همچنان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هشدار داد که هر گونه حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران می‌تواند پیامدهای گسترده و بازگشت ناپذیر در سراسر منطقه داشته باشد. بلافاصله پس از هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق و زیرساخت در کشورمان، زیرساخت‌های حیاتی و زیرساخت‌های انرژی و نفت در سراسر منطقه اهداف مشروع تلقی شده و به نحو بازگشت ناپذیر منهدم خواهد شد. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو پس از حمله موشکی گسترده ایران به مناطق در خاک اسرائیل از شبی بسیار سخت برای اسرائیل سخن گفت. در نبرد برای آیندهمان شب بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم. ما مصمم هستیم که در همه جبهه‌ها به دشمنان خود حمله کنیم. در همین حال نیویورک تایمز در تحلیلی جنگ امریکا با ایران را محاسبه‌ای از بنیاد اشتباه خوانده و تاکید کرده است که برخلاف جنگ عراق این بار حتی هدف مشخصی برای حضور نظامی وجود ندارد. به گفته این روزنامه توجیه‌های ارائه شده برای این جنگ پراکنده و متناقضند و نیروهای آمریکایی نمی‌دانند دقیقاً برای چی می‌جنگند. با نزدیک شدن به پایان ضرب العجل ترامپ، تداوم تبادل حملات و هشدار تهران به واکنش قاطع، منطقه در آستانه لحظه سرنوشت‌ساز قرار گرفته است.
جایی که هر تصمیم میتواند شعله‌های جنگ را به سوی نقطه بی بازگشت سوق دهد. مقام‌های پاکستانی از ادامه عملیات علیه آنچه تهدیدات تروریستی می‌خوانند خبر دادند و همزمان از تلاش‌ها برای میانجیگری و برقراری آتش‌بس سخن می‌گویند. در همین حال سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیق و پاسخگویی درباره حمله مرگبار پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل شده است. گزارشی از نصر امیری. با وجود نقض دوباره آتشبس 6 روزه عید فطر از سوی پاکستان، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در پیام خود به مناسبت 23 مارچ روز ملی پاکستان اعلام کرده است که مبارزه با هراس‌افکنی در دستور کار این کشور قرار دارد. او مدعی شده که عملیات در خاک افغانستان در همین چارچوب صورت می‌گیرد. پاکستان همچنان قاطعانه متعهد برای شکن کردن تهدید تروریسم است. اقدامات پاکستان در داخل افغانستان علیه تحریک طالبان پاکستان در همین راستا صورت می‌گیرد. با وجود تداوم تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، تلاش‌ها برای میانجیگری نیز ادامه دارد. فیصل نیاز ترمزدی، سفیر پاکستان در مسکو میگوید که اسلام آباد خواهان میانجیگری روسیه در اختلافات با کابل شده و با در نظر گرفتن پیشنهادهای کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، قطر، ترکیه و عربستان سعودی با آتشبس موافقت کرده است. بله، ما مراجعه کرده ایم. ما با روسیه در تماس هستیم و از این پیشنهاد ارزشمند سپاسگزاریم. با در نظر گرفتن پیشنهادهای روسیه، چین، قطر، ترکیه و عربستان سعودی ما با آتشبس موافقت کردیم. در همین حال با گذشت 7 روز از حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل، سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیق مستقل، شفاف و بی‌طرف برای روشن شدن ابعاد این رویداد و تامین زمینه پاسخگویی شده است. همزمان گروه بین المللی بحران در گزارش هشدار داده که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان وارد مرحله خطرناک شده و در صورت تداوم می‌تواند به درگیری طولانی تبدیل شود. تنش را که پاکستان آغاز کرده ابعاد مختلف داره. یکی از بعد دیگه تنشی است که باید از داعش از طریق افغانستان به آسیا میانه برسانه و آسیا و افغانستان ناامن بسازد تا اهداف بزرگ استخباراتی قدرت بزرگ در از امریکا باید از در علیه آسیا تطبیق شود. بنابراین پاکستان به خاطر تطبیق برنامه خود متحد به هیچ نوع اصل همجواری، رعایت قوانین اسلامی و همسایه‌داری و قوانین بین‌المللی نیست. پاکستان د دې بحران په اړه د نړیوالو غوښتنو لکه د ملګرو ملتونو، چین، روسیې، ترکیې، قطر او سعودي لخوا د اوربند او د خبرو اترو غوښتنه ترسره شوې وه، خو مثبت ځواب یې نه ده ورکړی. پاکستاني چارواکو او د څرګنده باندې ویلي دي چې هېڅ خبرې نشته، هېڅ مذاکره نشته. تر هغې چې په افغانستان باندې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره زمینه نه وي مساعده شوي، په پاکستاني ډلو فعالیتونه به د دغه تاوتریخوالي د رامنځته کولو په برخه کې جدي او جاري ساتل کیږي. گفتنی است که پس از حمله خونین پاکستان بر یک مرکز درمانی ترک اعتیاد در کابل که به جان باختن بیش از 400 تن انجامید، دو طرف بر سر آتشبس موقت به مناسبت عید فطر توافق کردند، اما امارت اسلامی اعلام کرده است که اسلام آباد این آتشبس را روز یکشنبه نقض کرده است. در پی تمدید 3 ماهه مأموریت یونما از سوی شورای امنیت، سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر میگوید که گزارش‌های این نهاد باید بر اساس واقعیت‌های افغانستان تهیه شود. او همچنین نقش یونما را در رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان اساسی خوانده است. آنایتا اندر با شرح بیشتر. سهیل شاهین سرپرست سفارت امارت اسلامی در قطر با اشاره به نقش یونما در رساندن کمک‌های بشردوستانه تاکید کرده است که گزارش‌های این نهاد درباره افغانستان باید بر پایه واقعیت‌های موجود تهیه شود و همچنین تمدید 3 ماهه مأموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل را ناکافی خوانده است. په دې کې شک نشته چې یونما په هیواد کې مستحقینو ته د بشري مرستو په رسولو او د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې ښه رول ترسره کولی شي. ضمناً دا غوښتنه هم لرو چې د افغانستان په اړه د دوی راپورونه باید په واقعیتونو ولاړ وي او د سیاسي ملحوظاتو تر اغېز لاندې نه وي. دا فقط د استخباراتي کار کوي چې د امریکا یا د نورو ابرقدرت هیوادو سیاسي اهدافو لپاره دلته هغه منفي کړنلارې پیدا کړي او ملګرو ملتونو کې تاسو ته معلومه ده چې تقریبا د څو وارې په دې 15 کالو کې غونډې ملګرو ملتونو همدغه یونما ترسره کړلې د افغانستان
پر ضد باندې. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی میگویند که افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد و فعالیت‌های نمایندگی ملل متحد نقش مهمی در تامین معیشت مردم دارد. آنان هشدار می‌دهند که اگر به شرایط سازمان ملل توجه نشود، احتمال قطع فعالیت نمایندگی و کاهش کمک‌های بین‌المللی وجود دارد. قطع فعالیت ملل متحد، نمایندگی ملل متحد افغانستان، قطع توجه جهانی به افغانستان است، قطع کمک‌های جهانی به افغانستان است. دولت باید این مسئله جدی بگیرد، چون که مردم افغانستان مطرح است. یک بخش قابل ملاحظه نفوس افغانستان کمک گیرنده است. ضرورت به نهادهای کمک رسان یا نهادهایی که در حقیقت یاری میکنند به کمک رسانی ضرورت دارند. این نشان دهنده از این است که میبینین سازمان های بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد و مؤسسات کمک رسان از او به شکل مستقل نمیتونن فعالیت های از او در کشورها ادامه داشته باشد. گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل در 16 مارس سال روان مأموریت یونما در افغانستان را تمدید کرد. بر اساس این تصمیم فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد تا 17 جون 2026 ادامه خواهد داشت. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان بسی خبر این ساعت میز خبر از آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.